طول 5 سال گذشته ما دایر به استفاده خلاهای آلومینی با بریل با علاوه های متال های اشقار زمینی و متال های یعنی که اصیل مشغول هستیم. یعنی که ما در نزد خود مقصد گذاشته بودیم که محض یعنی که خلاهایی که ما اختراع میکنیم آینده میتوانند در انمی زواد آلومینی شهر ترسونزاده و زواد تکستیل مش اینا تطبیق خود را یافته میتوانند و محض با همه مقصد با همه کار علمی ما رفته در شهر سئول یعنی جمهوری کره جنوبی برآمد نمودیم. بعد 3 روزی یعنی که فورم در همونجا هم یعنی کمیسیا برگزار گردید. ما با برآمدهای علمی خود در آنجا برآمد نموده یعنی که در 3م روز نتیجه کارهای ما معین گردید که شخصا که ما از تاجیکستان 3 نفر اشتراک نموده بودیم. 2 نفر ما صاحب مدال طلا و 1 نفر صاحب شاه جایزه شدند. اولا در فورومی 11مین همین اختراع زنان در سال 2017 اشتراک کرده بودم طریق آنلاین و صاحب مدال گشتم. ما با این فورم 15مین اختراع زنان که در شهر سئول دولت کره برگزار گردید همین تابستان اشتراک داشتیم و صاحب شاه جایزه گشتم. در این فورم من اساساً چه قبلا و چه حاضر اساساً در این فورم با اختراعات موادهای داروگی اشتراک میکنم. قبلا ما با اشتراک یعنی تاثیر مواد داروگی برای در آینده پیش بینی شدن برای کسله‌های پوست ما اشتراک کردیم و صاحب مدال گشتم و این سال که صاحب جایزه گشتم اینجا ما لایحه رو پیشنهاد کردیم که در آن لایحه مواد دارویی است که برای در آینده میتواند برای تبابت کسله‌های غدود سپرشکل استفاده برده شود.